ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا را به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست. این کافی نیست. بله، فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار، باید دنبال کنن این قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو هم رها نمی‌کنیم. بدتر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هستند، اونا رو هم رها نمی‌کنیم. باید با شیوه های خودش، با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید